شما دوستان عزیز، پارسا کرفت هستم و اومدیم به ویدیو جدید و آموزش. شاید براتون سوال باشه که من چطور این تزیین دور صفحه‌مو آوردم، تزیین دور صفحه OBS همو آوردم. خیلی آسونه. شما هر 2-3 دقیقه میتونین همه کار کنین، میتونین این حاشیه کنین، مثلا همه کار کنین. خیلی آسونه آقا. لایک ویدیو بازش کردن، کامنت گذاشتن و ما جایزه لینک دونیت گذاشتیم. حالا اختیاریه به خاطر اینکه بتونیم فضای پشتمون یکم قشنگ‌تر کنیم. گذاشتم اگر از ویدیوهای من خوشتون اومد، از ویدیوهای من و آموزش‌های من خوشتون داره میاد، حتما اگه خواستین دونیت کنین، هر دو کانالمون رو در یوتیوب آپارا دنبال کنید. خوشحال میشم یه کامنت خوشگل بزنیم. و دوستان اگه داخل ویدیو ماینکرافت پارت 2 سروایول بذاریم که بذاریم، فقط وامبلاک خواهید کامنت بذارین و اگه خوشتون میاد از وامبلاک، من مود وامبلاک رو هم آموزش میذارم که چطور دانلود کنید، گیم پلی رو براتون میذارم. دوستان بریم برای ما آموزش خفن و جذاب و عالی. بریم دوستان. حالا یه ساعتی هست، من چیزشو براتون میذارم، لینکشو براتون داخل زیر همین ویدیو میذارم. دوستان اینجا میتونید شما از اینا انتخاب کنید، حالا هر کدوم خوشتون میاد هر کدوم نمیاد، اینا رو انتخاب میکنین، میزنین روشون. مثلا این از خودمه، میزنین روشون، بعد دانلود رو میزنین، براتون دانلود میشه دوستان. خب بعد اینجا پوشش رو باز میکنین. حالا اینجا هست، واسه یه دقیقه من دوباره دانلود کردم. اینجا پوشش رو باز میکنین. بعد که باز کردین میایین داخل دسکتاپتون، یعنی داخل دسکتاپتون باز میایین داخل بخش این چی میگن اسمش، همون قسمت فایلات، داخل اونجا میاد. بعد شما اینو تبدیل به چند تا فایل میکنید، فقط عکسش تبدیل به فایلش میکنید. بعد حالا یه دقیقه من به این صفحه، این الان چیز منه، OBS من. شما چیکار میکنید؟ شما در این قسمت، حالا من یه بار حذفش میکنم، اینو حذف میکنم من. شما چیکار میکنید؟ میاد به علاوه رو میزنین، اینو میزنین، بعد اینو اوکی رو میزنین. بعد شما میان چیکار میکنین؟ این عکس رو باز میکنین، کپیش میکنین همین یه دقیقه این قسمت رو میزنین. بعد که زدین اینو که باز کردین، اینجا کنترل وی رو میزنین برای پیسی. بعد اوپن رو که بزنین، تمام. به همین راحتی شما میتونین اوکی رو که بعد بزنین، به همین راحتی شما میتونین یه تزیین قشنگ، حالا اسم عکسش رو نمیدونم چیه، داخل کامنت رو بگین اسم عکسش چیه، من یادم رفته اسمشو. تمام. به همین راحتی شما میتونید یه همچین تصویری داشته باشید. حالا درستش هم میکنین، اوکیش میکنین، بعد خودش دیگه به همین راحتی شما میتونین یه دونه تزیین قشنگ دور چیزتون داشته باشین، دور تصویر OBSتون داشته باشین. دوستان لایکتون نره، مثل ویدیو تا اینجا تمام شد. لایک کردن یادتون نره، بازنش کردن یادتون نره، کامنت گذاشتن یادتون نره، حتما سابسکرایب رو دیدم کنید، فالو هم کنید، کانال آپارا تو یوتیوب ما رو دنبال کنید، زنگوله هم فعال کنید تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتم شما با اطلاع بید، یعنی مطلع بید. لایک بدم. لینک دونیت هم زیر همین ویدیو گذاشتم، نمیدونم اختیاری شما میتونید این برای لینک دونیت چی خود چیز، یعنی برای لینک، یعنی لا شدم
شما دکور اکسیری من بهتر کنم. ذکر خواستم همین رو بگم. یعنی لینک دونیت هم کامل، یعنی دونیت کردن کاملا اختیاری و اصلا اجباری نیست و در اختیار خودتون میذارم لینک دونیت کردن و دونیت نکردن. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. خدا نگهدار. امیدوارم که روز خوبی هم داشته باشید. خدافظ.